سلام دوستان، امروز هم میخوایم درباره یکی از شغل‌های اینترنتی دیگه که بدون سرمایه هم میتونید انجامش بدید صحبت و بررسیش کنید. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. همکاری در فروش یا افیلیت مارکتینگ. افیلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش یعنی در قبال فروش محصولات یا خدمات دیگران سود مشخصی از اون فروش رو دریافت کنید. در این روش شما به عنوان یک واسطه‌گر مشتری و خدمات یا محصولات دیگران رو به هم وصل می‌کنید و اگر خریدی انجام بشه شما به عنوان بازاریاب مبلغی رو دریافت می‌کنید. همکاری در فروش چه جور کسب و کاریه؟ همکاری در فروش یک کسب و کار ایدئاله، چرا که برای شروع شما میتونید با سرمایه کم و یا حتی بدون سرمایه شروع کنید و نیازی به خرید، تولید، انبار کردن و ارسال محصولات یا رساندن به دیگران نیست. در واقع به شما پول پرداخت میشه تا مشتری‌ها و مصرف کننده‌های جدید رو به کسب و کارهای مختلف متصل کنید. همکاری در فروش روش‌های گوناگون و متنوعی داره، اما بهترین و پربازده‌ترین اون استفاده از اینترنته. اینکه شما به عنوان یک معرف محصول مورد نظر رو به شیوه‌های درست تبلیغ کنید و بابت هر فروش که از سمت شما انجام بگیره پورسانت و یا درصدی از فروش رو دریافت کنید. خب ببینیم این کار چه مزایایی داره. شما نیازی به سرمایه‌گذاری، تولید، انبارداری، ارسال یا پشتیبانی محصول ندارید و فقط کار بازاریابی رو انجام میدید. شما میتونید از محصولات مختلف و متنوعی که با علاقه و تخصص شما مرتبط هستند انتخاب کنید و اونها رو در کانال‌های مختلف مثل وبسایت، وبلاگ، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و غیره تبلیغ کنید. شما در این کار آزادی زمانی و مکانی دارید و در هر زمان و مکانی که دوست دارید کار خودتون رو انجام بدید. شما میتونید درآمد پایدار و مداوم داشته باشید به شرطی که محتوای خودتون رو بروز نگه دارید و بازدید کنندگان و مشتریان خودتون رو افزایش بدید. حالا ببینیم چالش‌های همکاری در فروش چیه. شما باید از اعتبار و کیفیت محصولاتی که تبلیغ می‌کنید مطمئن باشید و در صورت بروز مشکلاتی مثل تأخیر در پرداخت کمیسیون، تغییر قیمت یا موجودی محصول و غیره بتونید اونها رو حل کنید. شما باید محتوای جذاب و مفیدی رو برای مخاطبان خودتون تولید کنید و به روش‌های مختلف بازاریابی رو انجام بدید تا ترافیک و تبدیل خودتون رو بالا ببرید. شما همچنین باید با قوانین و مقررات مربوط به همکاری در فروش آشنا باشید و از نقض حقوق مالکیت معنوی یا قوانین مصرف کننده پرهیز کنید. شما باید رقابت زیادی رو با دیگر همکاران در فروش تحمل کنید و بتونید مخاطبان خودتون رو به خرید ترغیب کنید. حالا که مزایا و چالش‌های همکاری در فروش رو بررسی کردیم، بیایید ببینیم چطور میتونیم یک کسب و کار اینترنتی با همکاری در فروش شروع کنیم. برای این کار باید یک سری اقدامات رو انجام بدیم. گام اول، انتخاب یک حوزه یا نیچ. برای شروع یک کسب و کار اینترنتی با همکاری در فروش باید یک حوزه یا نیچ رو انتخاب کنید که به اون علاقه‌مند باشید و در اون تخصص داشته باشید. این باعث میشه که بتونید محتوای خوبی رو برای مخاطبان خودتون تولید کنید و محصولات رو تبلیغ کنید. برای انتخاب یک حوزه یا نیچ میتونید به علایق، تجربیات، مهارت‌ها و نیازهای خودتون و دیگران توجه کنید و با تحقیق در بازار و رقبا یک حوزه یا نیچ مناسب رو پیدا کنید. گام دوم، انتخاب یک پلتفرم. باید یک پلتفرم رو انتخاب کنید که از طریق اون محتوای خودتون رو منتشر کنید. این پلتفرم میتونه یک وبسایت، وبلاگ، کانال یا صفحه در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و غیره باشه. برای انتخاب یک پلتفرم باید به عواملی مثل هزینه، زمان، مهارت، رقابت و ترجیحات مخاطبای خودتون توجه کنید و یک یا چند پلتفرم رو بر اساس اونها انتخاب کنید. گام سوم، انتخاب یک یا چند شرکت همکاری در فروش. برای انجام همکاری در فروش باید یک یا چند برنامه یا شرکت رو انتخاب کنید که محصولات یا خدمات اونها رو تبلیغ کنید و از اونها کمیسیون دریافت کنید. برای این انتخاب‌ها باید به عواملی مثل ارتباط محصولات یا خدمات اونها با حوزه یا نیچ شما، اعتبار و شهرت اونها، نرخ و شرایط پرداخت کمیسیون، پشتیبانی و خدمات پس از فروش دقت کنید. بهترین سیستم همکاری در فروش در ایران کدام‌ها هستند؟ شما برای انتخاب یک سیستم همکاری در فروش با کیفیت باید محصولات و خدمات اون مجموعه رو بررسی کنید که آیا ارزش بازاریابی دارند، یعنی محصولاتشون اینقدر پرطرفدار هستن که بتوان به فروش رساند، یا درصد پورسانت منصفانه‌ای برای شما دارد و درآمدتان را به موقع و بدون تأخیر پرداخت می‌کنند. با یک سرچ ساده شما میتونید سایت‌های همکاری در فروش رو پیدا و مقایسه کنید. سایت‌هایی مثل وبسایت همکاری در فروش دیجیکالا، میهن استور، میمارکت، شرکا و کلی سایت دیگه.
بعد از انتخاب سیستم‌های همکاری و ثبت نام در پنلشون، همه چیز برای کسب درآمد از همکاری در فروش آماده است. حالا محصولات مد نظر خودتون رو در سایت یا شبکه‌های اجتماعی قرار دهید و کار بازاریابی رو به بهترین شکل ممکن انجام بدید تا مشتریان از طریق سایت شما خرید کنند. شاید براتون سوال باشه که میزان پورسانت یا درصد ما در فروش این سایت‌ها چقدر خواهد بود. برای اینکه به این جواب برسیم باید سیستم‌های همکاری در فروش اون سایت‌ها رو بررسی کنید. اما در کل میزان پورسانت شما بین 1 تا 40% متغیر خواهد بود. آیا با همکاری در فروش میتوان به درآمد خوبی رسید؟ بله 100%. با این روش میتوان به درآمدهای چند ده میلیونی در ماه رسید. اما فراموش نکنید که موفقیت به خاطر چیزی که انتخاب کرده اید به دست نمیاد، بلکه به این مربوط میشه که آیا کاری که باید انجام بشه به درستی و به صورت منسجم انجام میشه یا خیر. دوستان، کلید اصلی موفقیت در همکاری در فروش تولید محتوای خوب و سئو شده و از همه مهمتر صبر. اگرم نمیدونید سئو چیه، این بالا براتون میذارم تا فیلمشو ببینید. برای اینکه بررسی مشاغل و کسب و کارهای دیگر رو هم ببینین، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره.